یه جایی اون بالا، پشت آسمون آبی، میگن یه پروژه مخفی بوده. پروژه‌ای که بهش میگفتن بلو بیم. تکنولوژیی که میتونست نور رو خم کنه، تصویر بسازه، صدا رو از هیچ جا پخش کنه. اونقدری که آسمون تبدیل بشه به یه هولوگرام زنده. میگفتن هدفش ساده نبود. میخواستن یه روزی وقتی مردم به آسمون نگاه میکنن، چیزایی ببینن که ذهنشون رو تکون بده. نه توی خیال، نه توی فیلم. در واقعیت. شایعه شده بود که اولین آزمایش‌هاشون روی شکل دادن تصاویر بزرگ انجام شد. نوری که مثل موج میرقصید. خطوطی که تو هوا نقش میبستن. و بعد طرح‌های پیچیده‌تر. چهره‌هایی که انگار از دل آسمون میان بیرون. یه عده میگفتن حتی سناریویی داشتن برای ظاهر کردن منجی. یه تصویر عظیم، نورانی، با صدایی که مستقیم مینشست وسط ذهن آدم‌ها. طوری که هر کی ببینه فکر کنه لحظه‌ای رسیده که 1000 سال منتظرش بوده. یه هولوگرام که اونقدر واقعی باشه که حتی سایه هم داشته باشه. ولی داستان به همینجا ختم نمی‌شد. چون ظاهراً مرحله بعدش قرار بود یه چیز عجیب‌تر باشه. ظاهر کردن موجوداتی که همیشه دربارشون حد زدیم. موجوداتی که شکلشون رو فقط تو فیلم‌ها دیدیم. آدم فضایی‌هایی با قد و قامت بلند، چشم‌های درخشان و حرکت‌هایی که انگار از جنس نور بودن، نه گوشت و پوست. یه نمایش بزرگ، نمایش ورود موجودات ناشناخته. میگفتن اگر یه شب آسمون آبی شد، خیلی آبی، و نورها شروع کردن به لرزیدن، اگه یه صدای سرد و عجیب از بالا پیچید، شاید اون موقع وقت نمایشه. نمایشی که نه واقعی بود، نه غیر واقعی. یه مرز تاریک بین خیال و حقیقت. حالا سوال اینه، اگه یه روز به آسمون نگاه کنی و دیدی چیزی داره پایین میاد، مطمئن میشی که واقعیته یا فقط یه هولوگرام دیگه است از پروژه‌ای که قرار بود هیچ وقت دیده نشه؟ این قصه شاید فقط یه افسانه باشه. شایدم نه. ولی همیشه یادت باشه وقتی نورهای آبی آسمون شروع به تغییر میکنن، هیچ چیزی اونقدر که به نظر میاد واقعی نیست.